الله رب العالمین نبینه، الله رب العالمین قبول نکنه، و این صدقه ما و این صرف و خرج ما و درد ما نمیخوره، جای قبول نمیشه. امروز متاسفانه تمام عملهای نیک خوب در جامعه خود نمایی شده است. یک شخصیت امروز در این شبکه‌های اجتماعی می‌بینید از ماشین برآمده است، در بالای برف‌ها نماز می‌خواند، شریکش میگه من عکس بگیر، صورت بگیر تا اینکه در شبکه خود در سایت اندامش، در سایت گذار تا اینکه مردم ببینن در بالای برف نماز خونده است. یا اینکه یک انسان قرآن در نزدش گشاده است، تلاوت قرآن دارد، یا خودش خوش عکس میگیره، صورت میگیره، یا اینکه یک نفر میگه من تلاوت قرآن در نزدم گشاده، صورت میگیره تا اینکه دیگر حال ببینه. این خود نمایی است والله قسم. یا اینکه یک انسان یک شخصیت دستگیری میکنه، سخاوتمندی میکنه، امروز میبینه که شبکه‌های اجتماعی پر شده است، فلانی فلان اینقدر پول داد ثبت کرده در شبکه‌ها میگذاره. این ریا نمیشه برادر، این ریا هست والله قسم. پیغمبر بزرگوار گفتن ریاکاری شرک اصغر است، شرک میده است. از این خودداری کنید. بهترین سخاوتمندی هست که در جامعه آشکار نباشد. جناب پیغمبر وقتی که فرمایند که در روز قیامت خداوند 7 گروه مردم از عذاب خلاص میکنه، در سایه رحمت خودش در سایه عرش جا میکنه، یعنی از عذاب قیامت خلاص میشوند. یکی از اون جمله شخصیتی هست که به دست راستش صدقه کرده است، پنهانی و ناآشکار، حتی دست چپش خبردار نشده است. یعنی بعد از سخاوتمندیش، بعد از اینکه یک کسی دستگیری کرد، یاردم کرد، ده همه اعلام نمیکنه، ده همه آوازه نمیکنه، ده همه یعنی خبر نمیکنه که من فلانی یاردمم. پیغمبر بزرگوار گفتن از شرک اصغر، یعنی از ریاکاری چی شده است. در جای عبادت کن، در جای خدا را پرستش شخصیت من فقط خدا ببینه. برادران بزرگوار من، والله قسم دیدار خدا، دیدن الله رب العالمین اعتبار است، دیدن مردم اعتبار نیست. امروز بعض شخصیت‌های دارن که جمعه میآیند و خاطر مردم ما را ببینن، نه اینکه خدا ما را ببینن. جمعه دارم مردم چی میگن من در کجا